مردم اینجا چقدر مهربانند. دیدند کفش ندارم، برایم پاپوش دوختند. دیدند سرما میخورم، سرم کلاه گذاشتند. و چون دیدند برایم تنگ بود، کلاه گشادتری. و دیدند هوا گرم شد، پس کلاهم را برداشتند. و چون دیدند لباسم کهنه و پاره است، به من وصله چسباندند. و چون از رفتارم فهمیدند که سواد ندارم، محبت کردند و حسابم را رسیدند. خواستم در این مهربانکده خانه بسازم، نانم را آجر کردند، گفتند کلبه بساز. روزگار جالبی است. مرغمان تخم نمیگذارد، اما گاومان هر روز میزاید.